امروز اومدیم بررسی کنیم این اتفاقی که برای فاطمه افتاده چی بوده. این کیتی که براش رونالدو امضا کرده بود و به دستش نرسیده برای کی بوده و چی شد و چه اتفاقات پشت پرده‌ای بوده که میگن هست و نیست. با ما همراه باشید، ما رو لایک کنید، فالو کنید، سابسکرایب کنید. ممنونم. فاطمه خیلی وقتی که نقاشی میکشه، نقاشی بازیگرا و فوتبالیستای معروفی رو کشیده، مثل همین چند تایی که دیدیم. بعدش هم وقتی که رونالدو داشت میمد ایران یه پست گذاشت و از خدا خواست که رونالدو رو ببینه. رونالدو از اونجایی که خیلی مهربون و خیلی مردمیه اومد فاطمه رو دید و ما اون فیلمی که رونالدو نقاشی رو از فاطمه گرفت و خیلی خوشحال شد و حتی میگن که بعد از اینکه نقاشی رو گرفت گریش گرفته و گفته هر چقدر که هزینه درمان فاطمه میشه رو پرداخت میکنم رو دیدیم. رونالدو برای تشکر از فاطمه همونجا یک دونه لباسش رو امضا میزنه و پشتش نوشته به یادگار برای فاطمه مینویسه. ولی اون لباسی که ما تو دست داداش فاطمه میبینیم یک لباس آبی رنگی هستش، ولی اون لباسی که بالا امضا شده بود لباس زرد رنگی بود. بعدش که خبرنگارا پیگیری کردن زنگ زدن به برادر فاطمه و گفتن که لباس اصلی امضا شده رو از ما گرفتن و یه لباس دیگه‌ای به ما دادن و اون لباس اصلی نیست. حالا این خبر هم تو دنیا مثل بمب ترکیده و حتی خبرگزاری‌های عربستان و خارجی هم دارن بهش میپردازن و مثل اینکه خبر اومده که رئیس النصر گفته که ما یه دونه لباس دیگه امضا شده از رونالدو امضا میکنیم میدیم به سفارت عربستان تو ایران که برسه به دست فاطمه اگه این لباس نرسیده. بعد مثل این خبر مثل بمب ترکیده. اگه واقعیت داشته باشه که خیلی کار بدی کردن، چون واقعا فاطمه یه دونه معلوله و کلی زحمت میکشه که اون نقاشی‌ها رو بکشه، ولی یه دونه لباس هم حق نداشته یعنی بگیره. ولی اینجوری که میگن در اصل این نبود و داستان یه چیز دیگه بوده. ولی اینجوری که میگن که رونالدو که میره فاطمه رو ببینه اصلا اونجا لباسی نداشته رونالدو که امضا کنه. بعد دوتا لباس مثل این که داده بودن به درویش مدیر عامل پرسپولیس و لشکری رئیس روابط عمومی پرسپولیس. اونجا لباسی که رئیس روابط عمومی پرسپولیس رو داده بودن بهش همون زرد رنگه بوده که برای فاطمه امضا میکنن و پشتش یه نوشته به یادگار واسه فاطمه مینویسه و به فاطمه میدن. بعدش که میان حواسش نبوده برادر فاطمه اون لباسی که فکر کنم به درویش داده بودن رو گرفته. تو عکس هم مشخصه که آبی رنگه. بعد حالا میگن که داشته که میرفته 20 کیلومتر دور شده از داخل هتل، بعدش که دیگه نمیتونسته به هتل اسپیناس برگرده بهش زنگ زدن گفته حالا بعداً واسط پست میکنیم. اینجوری که امروز داره باشگاه پرسپولیس میگه. حالا دیگه راست و دروغش با خودتون، به نظرتون راسته یا دروغ تو کامنت ها برامون بگید. بعد که الان دوباره برادر فاطمه رو خواستن رفته لباس اصلی رو گرفته، مثل این که لباس همون زرده رو، ولی اینجوری که میگن این شکلی بوده. حالا راست و دروغش با خودشون. در واقع میگن که از برادر دوم فاطمه پرسیدن که در جریان نبوده و این برادری که الان داره این کیتو میگیره ایشون نبوده، یه برادر دیگه ای فاطمه بوده که جواب خبرنگارا رو داده و در جریان نبوده که چه اتفاقاتی افتاده. ما هم امیدواریم که همین چیزی که میگن راست باشه و همین اتفاق افتاده باشه و اتفاق دیگه ای نیفتاده باشه، چون که واقعا اگه یه اتفاق دیگه افتاده باشه بیرحمیه نسبت به فاطمه. ممنونم که ما رو حمایت میکنید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. همراه ما باشید.